سلام دوستان خند. امروز بیشتر از خبرهای میگوییم که بوی پول میکنند. از چندین خلطه دلار اشرف غنی از کارمند دادگاه عالی که در گرفتن نزدیک 854,000 سومانی پاره متهم می شود، از یک زن جوان که با فریب 2 میلیون سومانی ساکنان را از خود کرده است، از مکتب اکسفورد در خوجند که با 17 میلیون سومانی ساخته شده است و از جایزه میلیون دلاری ژورنالیست روس. در همین زمینه از یک سیمچوب بوی و یک سیمچوب کمبغل در پایتخت تاجیکستان و دو خبری با پول کمتر علاقمند یا تماما به علاقه نیز خواهیم گفت. اما اولتر از همه میخواهیم که نوار را تا آخر ببینید، نظر و اندیشه و ارائه‌هایتان را بنویسید. فکرهای شما برای ما از میلیون ها دلار هم با ارزش ترند. با فانوس آبونه شدن را فراموش نکنید، تگمه پسندیدن و زنگوله را زیر کنید. آن را به دوستان خوبتان توصیه بدهید. از همراهیتان خوشحالیم. رفتیم. وزارت عدلیه تاجیکستان گفت حکمت الله سیف الله زاده نه شکنجه بلکه لطوکوب شده است. پیشتر رسانه‌ها از قول نزدیکان این روزنامه‌نگار و عضو زندانی حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی خبر دادند که وی از سرش زخمی است. در اطلاعیه وزارت گفته می شود سیف الله زاده در پی یک بحث لفظی از جانب اصلیدین تورسونوف لطوکوب شده است. معاینه پیشکی طبی نشان داد که محبوس حکمت الله سیف الله زاده یگان آسیب جسمانی ندیده است و برای طبابت هم مراجعت نکرد. گفته می شود در اطلاعیه وزارت عدلیه. اصلیدین تورسونوف را یک عضو گروه رحمان گیتلر نام میبرند و به گفته منبع بعد این حادثه با گناه ویران کردن ترتیبات داخلی در زندان برای 15 شبانه روز به توقیفگاه جریمه‌ای فرستاده شده است. سیف الله زاده که حالا 70 سال عمر دارد با حکم دادگاه 16 سال از آزادی محروم شده است. او در گذشته هم در سال 2011 وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیت رسمی داشت و در رسانه‌های آن کار میکرد، مورد لطوکوب افراد نامعلوم قرار گرفت. اما به فرق از نوبت اول عاملان آن حمله هنوز هم پیدا نشدند. پیشتر فانوس رویخط ژورنالیستان را که دوام 17 سال اخیر لطوکوب شدند نشر کرده بود. پیوند آن را در زیر همین نوار پیدا میکنید. ام فاویک و صدام جان برای یک بتل پر سر و صدا مجازات شدند. همراه آنها برنده این بتل هم برای 5 شبانه روز به حبس مأموری محکوم شده است. برای آنهایی که از فضای رپ و بلاگری دورترند میفهمونیم که ام فاویک یا فریدون سفرف خواننده رپ است و در گذرانیدن بتل ها مهارت خاص دارد. صدام جان یا قربان علی طالبوف خود را بلاگر میداند و سبب پر سر و صدا شدن این بتل هم همین بود که برای نخستین بار یک بلاگر به مقابل خواننده های رپ به میدان برآمد. رپ خوانها که بتل را یک هنری منسوب به خودشان میدانند، دعوت صدام جان را خوش قبول نکردند و دخالت به فعالیت خود دانستند و همین بود که در قیاس به بتل های معمولی که میان خواننده های رپ برگزار می شود، آن پر از دشنام و حقارت بود. سبب به مقامات دعوت شدنشان هم همین بود است. اما این بتل را برای دشنام‌های زیادش نه تنها مقامات بلکه دایره رپرها هم نپسندیدند و تنقید کردند. ام فاویک هم برای حرفای فحش اظهار پشیمانی کرد و از مخلصانش و مردم عذر پرسید. باید گفت که به فرق از چند سال پیش حالا در رپ‌های خواننده‌های تاجیک دشنام و حقارت خیلی کم شده است و هنگام برگزاری بتل‌ها نیز یکی از شرط‌های اساسی دشنام نکردن حریف میباشد. به دنبال این قضیه در شبکه‌های اجتماعی بحث بودن یا نبودن رپ بلند شد. گروه دلیل آوردند که رپ مال ما نیست و باید نباشد. اما گروه دیگر میگویند در گذشته بسیار چیزهای به قول از ما نبود اما موجودیتش شکل گرفت و جزء از فرهنگ گردید. رپ را هم یک گروه از مردم قبول کردند و به این حقوق هم دارند. نباید این حق از آنها گرفته شود. اما مضمون متن رپ ها موضوع دیگر است و بحث آن خیلی دوامدار بود و هست و فکر میکنم در آینده نیز خواهد ماند. در شمال تاجیکستان مکتب اکسفورد با طرح و شرایط زمانوی رسما مورد بهره برداری قرار گرفت. آن را صاحبکار سید مراد دولتوف با خرج نزدیک به 18 میلیون سومانی بنیاد کرده است. در شبکه‌های اجتماعی برخی به نرخ تحصیل در چنین مکتب‌ها اشاره کرده و آن را میانشکن خواندند. نوشتند که به این دلیل کودکان لیاقتمند نمیتوانند آنجا تحصیل کنند. اما چی میگوید که دیگر واقعیت‌ها همینند. پسری ثروتمند مکتب اکسفورد میخواند، کمبغل مؤسسه تحصیلات میانه عمومی. ثروتمند از سوپرمارکت خرید میکند، کمبغل بازار کاروان میرود. ثروتمند قصر و کوشک میسازد و کمبغل گاه کلبه اجاره هم پیدا نمیکند. ثروتمند با لکسوس میگردد، کمبغل با ترالیبوس. در واقع
چون ترالبوس گفتیم در گذشته وکیلان پارلمان تاجیکستان برای سوار شدن به نقلیات جمعیتی از جمله همین ترالبوس امتیاز داشتند. هرچند تا امروز من یگان وکیل ترالبوس سوار را ندیدم. شاید شما دیده باشید. لطفاً در کامنت بنویسید. عجیب است که حالا هم وکیلان امتیاز سوار شدن به نقلیات جمعیتی رایگان را حفظ کرده باشند یا از بحر آن گذشتند. منطقی داشتن امتیاز را برای رایگان سوار شدن به نقلیات جمعیتی در حالی که از آن استفاده نمی شود نمیفهمم. شاید وکیلان محترم ما لطف کرده آن را شرح می دهند. امروز حتی سیمچوب ها را می شود به بای و کمبغل جدا کرد. مثل این سیمچوب که با دلیل در نزد انشاءات مهم بودن آرا و تارا داده شده است و سیمچوب مقابلش که در نقش کمبغل در آمده است. گنرال پیروز عطا شریفی سردار محافظان رئیس جمهور پیشین افغانستان هم تصدیق کرده است که اشرف غنی هنگام فرار میلیون ها دلار را با خود برده است. عطا شریفی در یک مصاحبه با نشریه بریتانیایی دیلی میل گفته در دست من ثبت ویدیو کامراهای نظارتی ارک ریاست جمهوری موجود است که چی خیلی قبل از فرار غنی به اینجا پول زیاد آوردن یک آدم از بانک افغانستان را نشان میدهد. آنجا صدها میلیون و شاید میلیاردها دلار بود. چندین خلطه کلانی وزنین بود و در این خلطه ها البته که برنج نبود. پیشتر وقتی با پول کلان از کشور فرار کردن غنی رسانه‌ای شد او قسم خورد که یگان تین نبرده است. گفت از خانه با پایپوش خانگی برآمده حتی فرصت نیافت که لباس و کفشش را عوض کند. اگر به منطق بنگریم او قسم دروغ هم نخورده است. با احتمال زیاد با خودش یگان تین نبرده باشد. دلار که تنگه نیست. گذشته از این شرط نیست که اشرف غنی خودش خلطه های پوری پول را سر کتف کرده سوار طیاره شود. نوکرانش همانهایی که هنگام فرار همراهیش کرده بودند پولها را برای او یا به جای او برده باشند هم حساب است یا نه؟ اما از سوی دیگر در خلطه برنج بود یا پول. اگر سردار محافظان از ویدیو کامera نیو نزدیک رفته میدید شاید از دولت برنج کرمک هم آب میخورد گفتگی بر این دیگر به چنین مصاحبه ها حاجت نمیماند. اگر خلطه های پول را برای غنی از بانک آورده باشند یک زن 33 ساله شهر دوشنبه نزدیک 2 میلیون دلار را از شهروندان تاجیکستان با راه فریب از خود کرده است. وزارت کارهای داخله میگوید این زن با وعده از خطای آوردن محصولات میوه خشک از یک خانواده نزدیک 650,000 دلار، از یک مرد 100,000 دلار و از مرد دیگر حدود 1,400,000 دلار آمریکایی گرفته آنها را فریب داده است. آدم باید چقدر ساده باشد که به وعده خشک میوه خشک و آن هم از خطای باور کند و یک باره این قدر مبلغ کلان را برآورده دهد. در عرفیت میگویند ساده را یافتی پولش را گیر و محصولات نبیار. جوانزن تر و تازه میوه خشک وعده کرده است. تناسب عالی و شاعرانه. خدا عاقبتش را بخیر کند. اما اگر از این بگذریم آیا خطایی ها میمانده باشند که میوه ها خشک شوند؟ همین کار را یک کارمند دادگاه عالی هم انجام داده است، اما نه به وعده از خطای آوردن میوه خشک. طبق اطلاع آژانس ضد فساد دستگیر شده که وظیفه سرمتخصص شعبه نظارت سودی دادگاه عالی را بر عهده داشته است. از یک گروه شهروندان برای پیش از مهلت از ادای جزا آزاد نمودن، قطع کردن پرونده جنایتی و برای به وظیفه کاتب سود دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان تعیین نمودن پول طلب کرده است. در مجموع مبلغ‌های گرفته او را 854,000 سامانی حساب کردند. نمیدانیم که با این پول گمانبر شده چه نقشه‌های عملی کردنی بود، اما دست کم برای 5 سال آینده امکان تطبیق آنها امکان پذیر نیست. اما دیمیتری موراتوف ژورنالیست شناخته و سردبیر نشریه نوای گازیته روسیه 10 میلیون کرون شوئدی برابر به 1,200,000 دلار آمریکایی را حلال کرد. او را برنده جایزه صلح نوبل در سال 2021 اعلام کردند. امسال این جایزه را همچنین روزنامه‌نگار فیلیپینی آمریکایی ماریا ریسا هم به خود اختصاص داد. در اظهارات کمیته نروژی نوبل گفته می شود ریسا و موراتوف جایزه صلح نوبل را برای جسارتشان در مبارزه برای آزادی بیان در فیلیپین و روسیه سزاوار می شوند. اما از همه جالبش این است که موراتوف گفته است از مبلغ جایزه چیزی را برای خودش نمی گیرد. به قول او این جایزه مال رسانه آنها است، نه از شخصی وی. از این پیشتر گفته بود یک قسم مبلغ را برای دستگیری از رسانه‌های مستقل روسیه صرف می‌کند. با ژورنالیستان تقدیم کردن جایزه صلح نوبل در همین شب و روزها واقعا یک پیام نیک است و امید می‌کنیم در هر کشور با کار ژورنالیستی ارج بگذارند و روزنامه‌نگاران به ارزش‌های اصلی این کسب
پایبند باشند. خبرهای این هفته تمام. با امید سرپول و با آبرو دیدن شما تا خبرشوی دیگر. خدا نگهدار. خیر.